سلام بچه‌ها، امروز میخوایم بریم رستوران آنتراکوت ولی شعبه تهرانش، نه شعبه فرانسهش. من شعبه فرانسهش رو قبلا رفتم و امروز میخوایم بریم با هم مقایسه کنیم ببینیم شعبه تهران با شعبه فرانسه توی پاریس چه فرقی میکنه. سلام. سلام. دو نفر. ما برای پیش غذا سالاد آنتراکوت سفارش دادیم و این نونایی که همیشه تو همه رستوران‌های پاریس با سس خردل سرو میشه. نوشیدنی مارگاریتا سفارش دادیم. استیک آنتراکوت که میبینین چه سس جذابی داره با سیب زمینی‌های نازک معروفش. قیافش که واقعا خوبه، نرمی از سر روش داره میباره و البته من پخت مدیوم سفارش دادم. بریم با هم ببینیم مزهش حالا چجوریه نسبت به شعبه‌ای که تو پاریسه، چقدر با هم فرق میکنن. خب من اینجا میخوام تست کنم ببینم چه فرقی میکنه. ببین خیلی نرمه و اینکه طعمش خیلی خوبه، خیلی خوب پخته شده. چون البته من مدیوم سفارش دادم ولی با شعبه پاریسش فرق میکنه طعم و سسش، ولی واقعا خوشمزه است. درسته که فرق داره با شعبه پاریس و خب واقعا این شعبه اون شعبه نیست و شبیهشو زدم، ولی واقعا به اندازه خودش خوشمزه بود و من حتما دوباره این رستوران میام و به شما هم پیشنهاد میکنم. خب از تهران میایم به پاریس، ورودی رو میبینین در مقایسه با ورودی که تو تهرانه و این رستوران منوی خاصی نداره کلا بچه‌ها، یعنی همش یه غذا سرو میشه توی پاریس. اول که میاین همیشه صف داره و بعد براتون سالاد میارن، یک سالاد ثابت با نون و این سس خردل محشر که اصلا ربطی به سس‌های خردل که قبلا امتحان کردین نداره، یه گازی داره که خیلی جذابه. اینو تو تهران میتونین از سوپرمارکت‌ها به نام خردل دیژون تهیه کنید. وقتی که استیک آنتراکوت رو براتون میارن تو 2 تا پارت سرو میکنن، یعنی اول براتون یه مقدار سیب زمینی و گوشت میارن، بعد که خوردین دوباره براتون سرو میکنن، چون خیلی مهمه که داغ سرو شه. این راز این سس هم هیچ کسی جز صاحب این رستوران که 2 تا برادرن نمیدونن. ما بعدش یه دسر خیلی خوشمزه سفارش دادیم که اینم واقعا عالی بود، ولی توی تهران دیگه دسر سفارش ندادیم دیگه، چون حالا دیگه تو تهران رژیمو بیشتر رعایت میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشین.